چرا بعضی از ماها یه سری کار رو میتونیم انجام بدیم، بعضی ها نمیتونن. یه جورایی میگن واو فلانی توانایی فلان کار رو داره من ندارم. یه مثال جالبی که توی مهندسی هست رو اومد به ذهنم که مثال جالبیه آدم تو ذهنمون باشه همچین چیزی. یا تو ماشین گفت اون پیرمرد میگفت به بچه‌هاش برید چوب بیارید من بشکنم، یادمون افتادم با اون مثال بزنم. مثلا این چوبه رو ببینید و یه جورایی میشه شکستش. خب برای شکستنش چی لازمه؟ اینکه من یه زوری بزنم، یه باری بذارم روش، درست فرض کن ستونه ساختمونه یا هرچی، یه چیزی که شما دارین طراحی میکنین و یه مقاومتی هم این داره دیگه در مقابلش. حالا مقاومتش کمتر از اون زوری بود که من زدم، پس شکست، درست؟ حالا بچه‌ها گفتم برن بیارن، اینم یکی دیگه که خیلی این سادگی نمیتونم بشکنمش، پس هرچی من زور بزنم این نمیشکنه. این دوتا عامل برای شکستن این، یکی باری که میذارم یا زوری که میزنم اینو بشکنم، یکی این که چقدر این مقاومت یا strength به قول خارجکی ها داره. ذهن ما یه جورایی شبیه اینه، کارهایی که میتونیم بکنیم و اینها. یعنی ما لازمه مثلا یه سری کارا رو میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم به خاطر این دوتا عامله، یا اینکه اون توانایی‌هایی که میذاریم، کارهایی که میکنیم یا اون زوری که میزنیم در مقابل اون به اصطلاح استرنگس این یا کم یا زیاده. یا خودمون مثلا به قول خارجی بازی کانسپتی دارن، یه میگن که برن اوت شده، یعنی که دقیقش تو فارسی نمیدونم چجوری میشه، یعنی فکر کنم یه جورایی خسته میشین، یه جورایی کلا میریزیم به هم. حالا از لحاظ روانی اون برمیگرده به این دوتا عامل که فرض کنید ذهن ما یه سری توانایی داره، اون توانایی رو بهش بگیم اون قدرتمون، و یه سری کار اتفاق میکنه روزمره یا هر کاری که میکنیم به حال یه سری تنش ها استرس ها میاد دیگه. اون استرس ها مثل اون باریه که من میذارم روی این، و اون توانایی های مغزم. حالا میتونیم این رو به عنوان فیزیکی در نظر بگیرید یا مثلا منتالی یا ذهنتون در نظر بگیرید، فرق نداره، دو تا عامل تصور کنید. اگر اون باری که هست، اتفاقاتی که میفته، درونی حرف میزنیم، همه این چیزا که میکنیم استرس داریم وارد میکنیم دیگه به اون سیستم که سیستم خودمون باشه، یا عوامل بیرون مثلا کار و با آدما درگیریم و فلان و بهمان. و از اون برم یه چی داریم، یه قدرت درونی داریم، یعنی یک استرنگسی به قول اینا، یا مقاومتی داریم. حالا اگه اون مقاومت کمتر باشه از اون، خب میریزیم به هم. مقاومت بیشتر باشه، خب اوکی به نظر داره چیز میکنه. و یه لولی از مقاومت لازمه، یه لولی از لود و به قول گفتنی بار لازمه تا اینکه حتی پیشرفت انجام بشه. نگاه بکنیم مثلا استخون هم همینجوری کار میکنه. استخون بچه اگه روش بار نذاریم مثلا رشد نمیکنه. خودمون هم همینجوری اگر بار روی فرض کنیم اعضای بدنمون نباشه، برای همین راه میریم میگن راه برید، میگن بدوید، میگن کار ورزش میکنیم، به خاطر اینه که اون یه مینیمومی لازمه تا اینکه به اصطلاح سلامت اون قطعه و سلامت اون قسمتی از بدنمون همیشه باشه. و اینو میخواستم یادآوری کنم برای خودم همینطور، چون یهو میبینی میرزی به هم، یا میبینی ذهنت میرزه به هم، یا میبینی اصلا نمیتونی چیز بکنی، همیشه برگرد به این دوتا عامل. یعنی به خودم هم یادآوری میکنم اینو همیشه. دوتا عامل چیه؟ اینکه آیا من تواناییام کمه برای اینکه اینجوری دارم میرزم به هم، یا اینکه اون نیروهایی که داره به هم وارد میشه، یا استرس هایی که داره به هم وارد میشه اونها زیاده. این لزوما نمیتونید این یا اون رو کم یا زیاد بکنید، باید جفتش رو با هم در نظر بگیرید. نگاه بکنید مثلا یه آدم فوق العاده قوی، حالا چه ذهنی چه فیزیکی قوی، یعنی که اون استرنگثش اون مقاومتش زیاده، ولی بالاخره میتونید یه نیرویی روش بذارید که بشکنه، درسته؟ فرض کنید مثل این، حالا من نمیتونم بشکنم اینو، ولی یه نیرویی به هر حال میتونه اینو بشکنه. بس این دوتا عامله. یعنی اگر ریختید به هم یا یک چیزی که میخواستین، دیدید آه فلانی میتونه این کارو بکنه، فلانی به این رسیده، یا مهمان، نگاه بکنید به خودتون ببینید خب الان این دوتا عامل برای من چیه. نیروها رو من میتونم، حالا اگه بخواید مثلا ریلکس بکنید و اینها، نیروها رو باید کم کنم یا اینکه مقاومت رو باید زیاد کنم. و همینجور به نسبت، حالا یه جورایی این دوتا رو تقسیم میکنن توی مهندسی، میگن نیروها به مقاومت. و اگه نیروها مثلا نزدیک باشه به مقاومت، خب خطرناک میشه دیگه. اگه نیروها بیشتر از مقاومت باشه، خب متلاشی میشه.
دارم این حالا 4-5 دقیقه طولی فکر کنم کمتر بشه. این یه یادآوری خوبی باشه برامون که اتفاقی میفته اگر ریختیم به هم ذهنی یا حتی بدنی نگاه کنیم ببینیم که عواملش و معمولا هم عواملش یه جورایی درونی هن اکثرا، چون انترنالایز میشن، یعنی میان اون حتی این عوامل بیرونی میاد در درون، یعنی حالا استرس هایی که کاری یا هرچی که هست و در نهایت اینه که اون استرس تاثیرش روی ذهن و بدن شماست که تاثیر میذاره روی اینکه چقدر نیرو داره وارد میشه و چقدر به اصطلاح مقاومت داره وارد میشه. به اینا فکر کنید، بعد میبینید که خب آیا لازمه من نیروها رو کم کنم یا اون استرس هایی که داره بهم وارد میشه اطراف کم بکنم، یا اینکه نه رو خودم کار بکنم مقاومتمو برم بالاتر. الان تو کدوم وضعیت هستی شما؟